دوستان عزیز سلام. به آموزش زبان انگلیسی خوش آمدین. دوستان عزیز، موضوع درس امروز ما فعل است. خب دوستان عزیز، بالاخره نوبت به فعل رسید. دوستان عزیز، ما در درس های قبلی فعل بودن را خوانده بودیم، فعل را نخوانده بودیم. دوستان عزیز، در درس های قبلی ما با اجزای کلام، اسم، ضمیر، صفت، صفت عالی، صفت مقایسه‌ای و چندین درس دیگه آشنایی پیدا کردیم. فعل هم یکی از اجزای کلام است، از همون جزءهای کلام است که یک جمله از اون ساخته میشه. خب دوستان عزیز، بریم سراغ درس امروز. دوستان عزیز، من در اینجا چند مثال فارسی آوردم. این چند مثال فارسی آور کار میکنیم که ببینید در فارسی فعل چه قسم است با در انگلیسی. دوستان عزیز، قبل از همه یک تعریف از فعل داشته باشین. فعل کلمه است که انجام یک عمل برای ما نشون میده. یک عمل در چه وقت واقع شده، همین عمل برای ما نشون میده. خب دوستان عزیز، من هر روز کار میکنم. هر روز کار میکنم. من در شهر زندگی میکنم. من کمک نیاز دارم. او 8 بجه مکتب میآید. خب دوستان عزیز، در اینجا کدام کلمه فعل است؟ دوستان عزیز، در اینجا من هر روز کار میکنم. در اینجا کلمه کار میکنم چی است؟ فعل است. کار میکنم فعل است. من در شهر زندگی میکنم. زندگی میکنم فعل است. من کمک نیاز دارم. نیاز دارم چیست؟ فعل است. او 8 بجه مکتب می آید. 8 بجه مکتب می آید. اینجا می آید چی است؟ فعل است. دوستان عزیز، گفتیم که فعل کلمه است که انجام یک عمل برای ما نشون میده. مثلا اگر اینجا کلمه من را هم پاک کنیم، میفهمیم که انجام دهنده عمل کیست؟ هر روز کار میکنم، یعنی همون شخص نفر خودش است. در شهر زندگی میکنم، کمک نیاز دارم. یا اگر ایرم که پاک کنیم، او مثلا 8 بجه مکتب میآید، میفهمیم که مثلا شخصی سوم است. خب دوستان عزیز، حالا این را فهمیدیم که فعل در فارسی چه قسم است. دوستان عزیز، یک چیزی را که باید ما و شما در ضمن که فعل میفهمیم یاد بگیریم، او است مصدر است. در فارسی مصدر میگه. مصدر. دوستان عزیز، مصدر کلمه است که فعل نشان میده، اما او وقت چه نشان نمیده که این فعل در کدام وقت واقع شده باشه. مثلا کی انجام ده این فعل باشه. اینجا وقتی گفتیم که هر روز کار میکنم ما نمیم کار میکنیم. باید وقتی انگلیسی را یاد میگیرین مو فعل دوستان عزیز شکل مصدر شد بگیرین، چون در انگلیسی فعل تغییر نمیخوره. کار میکنم در این مثلا چی میشه؟ کار کردن. زندگی میکنم نمیگیم، زندگی کردن. خود دوستان عزیز، کمک نیاز دارم، این را چی بگیم؟ مثلا میگیم نیاز داشتن. دوستان عزیز، دیدین که مصدر کلمه است که همه فعل مثلا نشون میده، اما وقت و زمانش برای ما مشخص نمیکنه. چون در انگلیسی دوستان عزیز فعل را ما شکل مصدر شد میگیریم. وقتی که همین مصدر شد گرفتیم، همین مثال را میتونیم که مثلا در همه ضمایر استفادهش کنیم. خب دوستان عزیز، یارم پاک میکنم، با هم شکل فعل ها رو در انگلیسی کار میکنیم. دوستان عزیز، ما در اینجا چند مثال از کلمات انگلیسی آوردم که یا همش فعل است یا رو با هم دیگه میخونیم. باز با هم دیگه از همین مثال ها یک چند جمله میسازیم. خب have یعنی داشتن. have داشتن. want خواستن. know فهمیدن، کش سایلنت است. کار کردن چی میگه؟ work کار کردن. see دیدن. live زندگی کردن. need ضرورت داشتن. start شروع کردن. come آمدن. start شروع کردن. need ضرورت داشتن. live زندگی کردن. see دیدن. work کار کردن. know فهمیدن. want خواستن. have داشتن. خب دوستان عزیز، یا همش فعل است. دوستان عزیز، فعل همیشه با چی خاتمه میابه در فارسی؟ با ت و نون یا هم دال و نون. بعضی وقت با نون هم خاتمه میابه. دیدین دوستان عزیز، در اینجا داشتن ت و نون، خواستن ت و نون، فهمیدن دال و نون، کار کردن دال و نون، دیدن دال و نون، زندگی کردن با دال و نون، ضرورت داشتن با ت و نون، شروع کردن دال و نون، آمدن هم با دال و نون. خب دوستان عزیز، بیاین که با هم دیگه یک چند جمله رو بسازیم.
خب دوستان عزیز از همه کلمه have شروع میکنیم. have مثلا میگیم که I چرا میگن؟ I یعنی من. من دوستان عزیز یک سری که دقت داشته باشین در انگلیسی ابتدا فاعل میاد، فاعل میاد بعد فعل میاد. have چی است؟ فعل است. I have من دارم one brother. I have one brother. من دارم یک برادر. من یک برادر دارم. خب دوستان عزیز یک دقت داشته باشین. گفتیم که در انگلیسی فعل تغییر نمیکنه. دیدین have دارم اینجا یعنی داشتن میگه دارم شد. نه این دوستان عزیز یعنی have میتونیم که با همه ضمایر استفاده کنیم. با I میتونیم، با you میتونیم، با we میتونیم، با they میتونیم. خب دوستان عزیز بیاین که مثال دیگر کار کنیم. want خواستن. مثلا میگیم که you یعنی شما you want شما میخواهید want خواستن شما میخواهید water you want water شما آب میخواهید you یعنی شما want خواستن water آب شما آب میخواهید. دوستان عزیز امیر را میتونیم جای آی مثلا بگیم we یا they. خب دوستان عزیز بیاین که مثال دیگر کار کنیم. no فهمیدن کای سایلنت است. مثلا میگیم که ما know ما میفهمیم خب مثال بعد را کار میکنیم work کار کردن. مثلا میگیم که they آنها work every day. they آنها work کار کردن آنها کار میکنن. دیدین دوستان عزیز شکل فعل تغییر نمیکنه انگلیسی. they work آنها کار میکنن every day هر روز آنها هر روز کار میکنن. خب مثال بعدی را کار میکنیم. see دیدن میم که با وی استفاده میکنیم. we see Ahmad every day. We see Ahmad every day. ما چی میشه؟ ما see میبینیم احمد را every day هر روز ما احمد را هر روز میبینیم. ها مثال بعدی را کار میکنیم. live یعنی زندگی کردن. مثلا میگیم که I یعنی من live من زندگی میکنم. I live زندگی کردن. in کابل. I در اینجا چیست؟ فاعل است. I یعنی من live زندگی کردن. دوستان عزیز در درس قبلی ما چرا خونده بودیم که مثلا حرف اضافه را این در یا حرف اضافه است یعنی در. I live من زندگی میکنم in کابل در کابل. خب یک مثال دیگر هم کار میکنیم. need ضرورت داشتن. مثلا میگیم که شما need شما ضرورت دارید a pen. you need a pen شما با یک قلم ضرورت دارین. خب در اینجا یو فاعل است. need چی است؟ فعل است. need یعنی ضرورت داشتن شکل مصدرش ضرورت داشتن است. یا چی شد؟ شما ضرورت دارید شد. اینجا در انگلیسی شکل فعل تغییر نمیکنه. you need شما ضرورت دارین a pen یک قلم. ای در چی است دوستان عزیز؟ ای که است از چی است؟ حرف تعریف نامعین است. a pen یک قلم شما با یک قلم ضرورت دارید. خب مثال دیگه هم کار میکنیم. come آمدن. مثلا میگیم که they یعنی میشه آنها. they come آنها می آیند to school به مکتب every
day. Every day. They come to school every day. آنها یعنی they آنها come میآیند to school به مکتب every day هر روز. آنها به مکتب آنها هر روز به مکتب میآیند. خب دوستان عزیز موضوع درس امروز ما بیایم با یک درس یک مروری داشته باشیم از اول تا آخر. فعل بود. فعل در انگلیسی verb میگه. دوستان عزیز فعل کلمه است که انجام یک عمل برای ما نشان میده. خب در اینجا ما چند مثال از فعل آوردیم. مثلا have داشتن، want خواستن، know فهمیدن، work کار کردن، see دیدن، live زندگی کردن، need ضرورت داشتن، start شروع کردن، come آمدن. دوستان عزیز ما شما در اینجا چندین مثال را کار کردیم. گفتیم که دوستان عزیز هر وقت در انگلیسی یک فعل را یاد میگیریم ما شما شکل مصدرش یاد میگیریم. یعنی اینجا گفتیم که I have one brother من یک برادر دارم. در اینجا مثلا این شکل مصدرش داشتن است. در انگلیسی فعل دیگه تغییر نمیکنه داشتن شد. این را ما نمیگیم دارم یعنی داشتن شاید میگیریم. I have one brother من یک برادر دارم. You want شما میخواهید water آب شما آب میخواهید. اینجا خواستن میخواهید چه شکل مصدرش خواستن است. دوستان عزیز وقتی فعل را شکل مصدرش یاد گرفتین همین میتونیم که همین want با I با we با they با همه ضمایر استفاده کنین. خب we know فهمیدن شما میفهمید شد شکل مصدرش چی است؟ فهمیدن است. they آنها work every day آنها هر روز کار میکنند شد. نه دوستان عزیز شکل مصدرش چی است؟ کار کردن است. خب باز we see احمد every day یعنی ما هر روز احمد را میبینیم. see دیدن شد شکل مصدرش دیدن است ما هر روز احمد را میبینیم. خب بعدی I مثلا من live زندگی کردن من زندگی میکنم شکل مصدرش چیه؟ زندگی کردن است. I live من زندگی میکنم in کابل در کابل. خب you شما need ضرورت دارید a pen به یک قلم شما به یک قلم ضرورت دارید. they آنها come to school میآیند به مکتب every day هر روز آنها به مکتب میآیند هر روز. خب دوستای عزیز این بود از درس آموزش زبان انگلیسی. امید که دوستای عزیز چیزی از این درس فهمیده باشین. دوستای عزیز در ضمن که درس امروز میبینین و حتما مروری داشته باشین با درس های قبلی. ما در درس های قبلی خیلی چیزای مهمی را خواندیم. دوستای عزیز حتما درس پیش روی ما حتما همین درس هایی که از اول تا حال را خواندیم یک جمعنی میکنیم یک مرور می داشته باشیم و امیدوارم که چیزی از این درس فهمیده باشین. دوستای عزیز حتما چینل را سابسکرایب کنید. اگر تا این دم بیننده ما بودین حتما ویدیو رو لایک کنین و شیر کنین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.